وظیفه ایمانی و وجدانی هر کدام ما هست که مشورت را شروع کنیم، آغاز کنیم. دیگر فرق ندارد در داخل هستید در خارج هستید. بس است از این دوری ها. ببینید مردم مرده ایستادند و یگانه آرزویشان پیش از مرگ این هست که ملت به هم جمع شود، بیاید این مصیبت را از بالای سر ملت دور کنند و دیگر ملت بیدار شده است و شما را میشناسند. از این به بعد جنایت نکنید. از این به بعد بیاید در جبهه مردم و ملت قرار بگیرید. دیر یا زود حتما خواهید نخواهید این حکومت عوض خواهد شد. برای جواب دادن در اون روز فکر کنید. یک برادر با نام احمد مصطفی سوال داده است. سلام علیکم برادر، سوال این است: ما یک گروه جوانان که در روسیه زندگی میکنیم طرفدار آزادی ملت هستیم. شما به ما چی دستور میدید و که ما اجرا کنیم؟ دوستی عزیزم احمد، من کسی نیستم که به شما دستور بدهم. من به شما فقط خواهش میکنم که این پیام ما را به قشرهای دیگر ملت برسانید. ملت را آهسته آهسته آماده کنید که حداقل حق خود را طلب کند، حداقل بداند که تغییر حاکمیت خانوادگی در تاجیکستان هم حق حلالش است، هم یک واجب ملیش است و این کار باید انجام شود. اگر این را درک کرد، این بهترین کاری هست که شما انجام میدهید و من مطمئنم که کار دشوار نیست. یک نفر با نام رونالدو سوال داده است. سلام علیکم برادر، با تجربه سیاسی شما در این شب روزهای حساس کشور اگر رفت و میتینگ ها سر شود و البته این انشاءالله خواهد شد و ما جوانان چی باید کنیم و چی باید کرد؟ استاد ما را از طرز درست میتینگ با خبر کنه تا ما کار نکنیم که از فایده کرده ضرر بسیارتر شود. دوستی عزیزم ببینید، موقع من در این مسئله بسیار شفاف است. خیلی خوب که شما مشورت میپرسید که جوانان با شور و با ناموس چیکار باید کنند. وقتی که اون ساعت فرا رسید، نخبگان ملی، کبیرین پیمان ملی به تنهایی نه، نخبگان ملی این را درک خواهند کرد که اون ساعت اون روز کی فرا خواهد رسید. بعضی می شود که اون روز فرا رسید حتی ما به خبر میمونیم، خودش به طور طبیعی جوش میزند. و اگر شما واقعا میخواهید که این چی میتینگ باشد، چی قیام ملی باشد، چی یک اقدام قانونی و در چارچوب منفیت‌های ملی، هر چیزی که باشد، اگر با مشورت باشد، با حس مسئولیت شناسی باشد، با جسارت و آگاهی باشد، بدانید که پیمان ملی تاجیکستان همه ما در پهلوی شما هستیم و خواهیم بود. من خواهش میکنم که خدای نکرده دست به یگان کار نزنند، یگان نفر بخصوص پرووکاسیا نشود، چون میتوانند بعضی نفرها عمدن به پرووکاسیا تله کنند بعضی جوانهای پرشور و پرخروش را به ناموس بیارن که بعد باعث سرکوبگری و باعث خاموش کردن این شعله مبارزه باز برای سالهای دیگر باشد. انشاءالله من صحبت‌های را در این زمینه باز بیشتر خواهم کرد و دیگر دوستان خواهند کرد و ما قدم به قدم به این مرحله نزدیک خواهیم شد. هیچگاه دوستی عزیز نباید سراسیمه شد که حالا بگیم همین روز و فردا و باید کار کرد. من احساس میکنم بعضی جوانان الکی کمی ذوق زده شدن در مسئله استعفا و قیام و انقلاب. من خواهش میکنم که خیلی آگاهانه با درایت با مسئولیت شناسی نسبت این مسئله ها باید رفتار کنیم. پس وقتی آن رسیده است که ما نسبت یکدیگر کمتر شفافتر باشیم، تماس بیشتر داشته باشیم. اگر به من نمیخواید به بدنه دیگری پیمان ملی به دیگر دوستان پیام بفرستید. از همه مهمش من خواهش میکنم انا همین روش گفتگو، نصیحت یکدیگر، تماس با یکدیگر رو از دست ندهیم. با ما باشید، نظراتون رو بفرستید، انشالله که حتما به نظر گرفته خواهند شد.